پدر هر شب از سر درس و کار که برمیگشت برایم چیزی می آورد. یه چیز کوچکی، یک مداد یا یک تکه کاغذ. آن روز یک نقشه بود که بزرگتر بود و رنگی‌تر تا من واضح‌تر بتوانم همه چیز را ببینم. آن را روی فرش پهن کرد و هر دو رویش افتادیم. من درازکش دستهایم را زیر چانه و حیران به این صفحه نگاه می کردم و پدر دست سپید زیبایش را روی آن می کشید و برایم تعریف می کرد. چشمانم با اشتیاق خط انگشتان او را دنبال می کرد. گفت ببین دخترم، این نقشه میهن ماست، کشور ما. ببین ما اینجا زندگی می کنیم، اینجا مال ماست و خیلی بزرگ است، خیلی بزرگتر از کشورهای دیگر. این دریاها هم از ماست، دریای مازندران، خزر، کاسپیان. گفتم آیا تنها حاشیه‌اش؟ گفت نه بابا جان، همه‌اش از ماست. تعجب کردم. گفت برای اینکه کشور ما روزگاری از این هم بزرگتر بود و اطراف آن هم از آن ما بود. و بعد انگشتش رفت پایین روی خلیج فارس و گفت اینجا خلیج فارس است، پرشین گلف. و ناگهان لبریز شدم از افتخار. عشق به جای و لکه لکه میهنمان، خانه، کاشانه، آشیانه، مأوا، لانه. پدر گفت سرزمین بزرگ و پر افتخارمان ایران. پدر کاش چون تویی هزاران بود، به حق، درست، با شرافت، با وجدان کوشا. از من و من نمی گفتی، اهدافت بود ما، فرزندان ما، خانه ما، ایران ما. برای ما بودن می کوشیدی، نه فرد پرستی و سود بردن. آن افراد را هم دوست می داشتی هنگامی که آنها هم برای وطن می کوشیدند. این عشق را تو به من آموختی. شاید آن روزها زیاد برایم مهم نبود، اما الان که به خارج آمدم فهمیدم که چقدر مهم است، چون اولین سوالی که از ما میپرسند این است که از کجا می آیی؟ از کجایی؟